حقنظر نظرов برای عنوان قهرمانی این مسابقه مبارزه میبرند و این رقابت یکی از رقابت‌های واقعا هم جالب و دیدنی به شمار میرود و در این دل شب بیایید این رقابت پهلوانان شناخته کشور را تماشا میکنیم. داوری مرکز علیبек دلشودزода داوری درجه بین المللی است. این رقابت پهلوانان را البته از آن تجربه و ملکه‌ای که دارد البته حکمی میکند. با لباسهای سفید حقنظر نظرов نماینده شهر نوحه توبه مرکز و با لباسهای سبز محمد جان عبدالجلیلزاده نماینده شهر دوشنبه با هم می آیند. محمد جان عبدالجلیلزاده نسبت به حقنظر نظرов البته از جهت تجربه از جهت سن سال یکم گویم خردتر است ولی همان یک نیروی جوانی یک مهارت خیلی عالیش امروز مقابل پهلوانان وزن 85 کیلوگرم نشان داد که او البته یکی از چهره‌های درخشان هم هست. چون میدانیم حقنظر نظرов تجربه دیده گشتین‌های هم ملی و هم سطح بین المللی می باشد و برای محمد جان عبدالجلیلزاده شاید بر مقابل این پهلوان رقابت کردن دشوار باشد. محمد عبدالجلیلزاده زیر رهبری عزت خداییف تمرین میگیرد و البته که شاید همون کسبیت و مهارتی که این مربی دارد امروز برای شاگردش آموخته است و در دور نهایی برآمد میکند. به خاطر کمفولی آگاهی اول به محمد جان عبدالجلیلزاده داده می شود و این شاید او را وادار کند که رقابتش را تیزتر کند و بر مقابل حقنظر نظرов صاحب تجربه یک عملهای خوب را اجرا کند. البته چون میدانیم بالاتر هم گفتیم که حقنظر نظرов تجربهش خوبتر است از همین خاطر شاید از همون تجربه سالهای قبلش استفاده برد و بر مقابل این غنچه نورسته گوشتین میهن یک عمل خوبی نشان دهد. این پرتافتی حقنظر نظرов بعداً بهاگذاری شد از جانب علیبек دلشودزاده. خوب این عمل کرده محمد عبدالجلیلزاده از جانب داور چیزی بهاگذاری نشد. البته با وجود آنهایی که محمد جان عبدالجلیلزاده نورس است ولی یک روحیه خیلی خوب جوانمردی دارد. ما رقابت او را بسیار مشاهده کردیم که بسیار هم میخواهد که بر مقابل دلخواه رقیب از خود یک مهارت والا نشان دهد. البته ما از او امید داریم که در گشتین جدا من بعد درخشش خوب میکند چون عین حال در مسابقه های بین المللی گشتین جدا هنر و مهارت خود را نشان میدهد. در قهرمانی آسیا و اقیانوسیه مقام دوم را اشغال کرده بود و در گرند اسلام تل آویو نیز هنر و مهارت خود گرند اسلام انتالیا نیز هنر خود را خیلی خوب نشان داد ولی از دست یکی از چهره های شناخته گشتین جدای سیاره پهلوان گرجی لاشا شکست خورد که آن پهلوان البته مهارت خوب دارد.
اینجا همونو حق نظر نظرف زیادتر تلاش میکند که با موفقیت رسد. اینجا هر دو هم کوشش میکنند که یک حالتهای موافق رو پیدا کنند تا اجرای اصول نمایند، اما همونو با یک بدن حق نظر نظرف پیشرفت است، ولی وقت هست برای تغییر دادن نتیجه. اما میبینیم که همان مهارت و کسبیت محمد جان عبدالجلیل زاده برایش کفایت میکند تا امتیازی که از دست داده است آن را جبران کند. با ایستگی دقیقه های اساسی پشت سر می شوند و اینجا یک عملکرد محمد عبدالجلیل زاده، البته شاید اینجا بدن به او گذاری شود، زیرا عملکرد بود اینجا البته از جانب محمد عبدالجلیل زاده. خوب یک بار توجه میکنیم به نوارهای تکراری. بله اینجا البته عملکرد این پهلوان شاید بدن به او گذاری شود، چرا که اینجا حرکت بود، ولی اینجا چون گفتیم علیبک دلشاد زاده دلشاد و اون مربی درجه بین المللی است، ولی چیزی بهاگذاری نمیکند، امتیاز بهاگذاری نمیکند. خب همان اصولی که از جانب محمد جان عبدالجلیل زاده اجرا شد اگر بار دیگر خوبتر اجرا کرده شود شاید برایش کمک رسان باشد. خب انا همین روش گوشتنگیری محمد جان عبدالجلیل زاده قریب که یک رنگ است. او کوشش میکند که با زانو نشسته بعداً حریف را پرتاب کند، اما دقیقه های ثانیه های خیلی با شمار موندن. اگر او دیگر حرکت نکند این بدنی که با بله اینجا بدن بود دوستان عزیز از حساب امتیازها هر دو پهلوان برابر میشوند و اینجا حق نظر لط برداشت از دست خود و داور مرکز اشاره میکند به طبیبان که باید به حق نظر کمک رسانند. بله انا همین حرکتی که از جانب محمد جان عبدالجلیل زاده اجرا شد بالاخره همان تلاشایی که در دقیقه های آخر کرد برایش ثمر آورد و او توانست که امتیاز بدن را صاحب شود. البته با این واسطه هر دو هم یک نفس تازه میگیرند، یک لحظه بتوانند که خود را آرام کنند و اینجا با حق نظر کمک رسانیده می شود. بیست و 23 ثانیه دیگر این پهلوانان در اختیار دارند. و این نتیجه ای که عین حال هر دو پهلوان ها دارند، اگر با همین نتیجه وقت به انجام رسد این بر سود محمد عبدالجلیل زاده خواهد بود، چرا که امتیاز آخر یا بدن آخر و محض او به دست آورد.
دوستان عزیز انقریب ساعت 1 شب است ولی ببینید تمام مخلصان و دوستداران گوشتین ملی میدان رو ترک نکردند و پهلوانان رو دستگیری میکنند. همین امتیازی که دارند هر دو پهلوان ها، چون گفتیم اگر وقت به انجام رسد بر سودی محمد عبدالجلیل زاده خواهد بود. تنها 9 ثانیه دیگر اگر همین پیشرفتی خود را ادامه دهد محمد عبدالجلیل زاده، او میتواند که غالب وزن 85 کیلوگرم گردد. 4 ثانیه دیگر در اختیار دارند که این هم البته دیگر تمام. دوستان عزیز این غلبه بنهایت زحمت، تلاش، کوشش و یک حس مردانگی و یک حس واقعا هم راه به سوی موفقیت ها بالاخره توانست محمد جان عبدالجلیل زاده عنوان قهرمانی را در وزن 85 کیلوگرم به دست بیارد و صاحب شاه جایزه گردد. چون ما در آغاز گفتیم همان حس مردانگی و خواهش زیادی این نوجوان که امروز سوی موفقیت ها تلاش میکند بالاخره برایش امکان داد که او عنوان قهرمانی را در وزن 85 کیلوگرم به دست بیارد و مخلصان و دوستداران خود را شاد کند و مربی او نیز عزت خدایوف خیلی خوشحال است. بالاخره همان تلاش هایش توانست که ثمر بیارد. استاد آقای شریفی برای سپردن